در آغاز پادشاهی جهان، نخستین شاه کیومرث بر بلندای کوهساران پدید آمد. سیمایی درخشان داشت، نوری در چهره‌اش میتابید، گویی خورشید بر زمین فرود آمده است. تن خویش را با پوست پلنگ پوشانید و همان جامه نشان دلیری و فرمانروایی او شد. مردمان پراگنده گرد او جمع آمدند، او را پیشوای خویش شناختند و فرمانش را چون آیین پذیرفتند. از کوه و دشت، از در و دم، آواز شکوه او پیچید و از آن دم پادشاهی در جهان بنیان گرفت. سرگذشت ایران از او آغاز شد، سرگذشتی که با یزدان پیوند داشت و با سرنوشت به جاودانگی رسید.